тамошобинон азиз, ассалому алайкум. محفل بهتر از دوست تلویزیونی بهارستان رو آغاز میکنیم. این محفل هر دفعه با اشتراک خوانندگان فعال کتابخانه ملی در همکاری با اتفاق نویسندگان تاجیکستان برگزار میگردد. امروز ما استاد عینی را یاد میکنیم. استاد امسال 144 ساله میشوند. اصلا ما هر روز یاد میکنیم. هرگاه از کوچه های تازه و آزادی پرگل خوشبوی خوشروی دوشنبه میگذاریم و در شهر ناحیه ها هم همین خیلی است ما پیکره و نیم پیکره های استاد را میبینیم. هرگاه به مکتب میرویم صورتشون رو تماشا میکنیم. در کتاب های درسی هم هستند. از صدای سیما هم هر زمان نام مبارکشون رو میشنویم و البته هر روز صدها نفر کتاب های استاد رو میخوانند. امروز در همین محفل ما بعضی لحظه های بسیار جالبی زندگی استاد را برای پند گرفتن به خاطر میاریم. شاید بعضی از این قصه ها برای تماشابینان نو باشد، شاید برای بعضی از ما نو باشد. ما شعر میخوانیم، بعضی پارچه های نثری هم قرائت میکنیم و خلاصه استاد رو مخصوص به خاطر میاریم. حاضر من میخوایم که یک نفر از استاد شعر خواند. برای چی؟ برای اون که استاد باری اول از خودشون دو مصرع خواندند و اون کس را در بیت برق غالب آمدند و اون کس را کلان سالان بزرگ سالان ادبیات کلاسیکی ما شناختند. این یک. دوم استاد اول شعر گفته بودند، بعد نثر نوشتند و خود استاد شعر و سرود را بسیار دوست می داشتند. شعر زیاد از یاد می دانستند، تعلیم می دادند. برای همین من میخوایم که یک نفر شعر خواند. مرحمت. خاکی پای دوستان شد توتیای دیده من، جایی پای دوستداران باد جایی دیده من. در هوایت اشک ریزانم بیا بنشین به چشمم، بس خوش و خورم بود آب و هوای دیده من. شد سفید از انتظار آخر دو چشمم یار نامد، می نگر کاسه سیاهی گدای دیده من. آب جاری شد ز چشمم آنقدر شد لای راهش، یار واقف نه هنوز از ماجرای دیده من. چون دل دلبر به آب چشم داد امشب بگوی، چوز دل من نیست عینی آشنای دیده من. تشکر. اکنون یک شعر شنیدن میخواهیم که برای بچه ها باشد. روبیه شعر میخواند از استاد عینی، بعد یاسمینه. خوب مرحمت روبیه. سحرگاهان که بلبل در نوا شد، گل از شادی شکفت و غنچه وا شد. شما ای بلبلانی باغ مکتب، سحرگاهان چرا خوابید هر شب؟ شما هم در نوا آید باید، که تا از باغ معنی گل کشاید. سحرگاهان گلستانی دبستان، پراوت بخش باشد چون گلستان. چرا از این گلستان گل نچینید؟ چرا در کنج بیکاری نشینید؟ بیاید ای رفیقان درس خوانیم، با بیکاری و نادانی نمانیم. در عالم هر کسی بیکار گردد، به چشم اهل معنی خوار گردد. آفرین یاسمینه. نیابد راه دنیا و دیانت، نبیند از کسی روی ایانت. بیاید ای رفیقان معانی، به هم گردیم جویان و معانی. ز علم و معرفت گر بهره یابیم، تمام بازوی نادانی بتابیم. وگرنه جهل بر ما حمله آرد، دیمار از روزگاری ما برآرد. درست است. آفرین. تا استاد عینی هم شعر گفتند، لیکن مخصوص برای بچه ها نه. استاد اولین مکتب نوی تاجیکی را گشودند و برای این مکتب ها را گشودن اون وقت اجازه نبود.
اون وقت برای کشودن این خیلی مکتب ها حتی آدم رو چیکار میکردن؟ زده پیش میکردن، به زندان میپرتافتن، حتی میکشتن. لیکن استاد عینی آرزو میکردن که همین خیلی یک روز بچه های ما تازه، آزاده، خوشرو، باسواد در کوچه ها قدم زنند، به مکتب روند، در تلویزیون سخن گویند. و حتی در یک تلویزیون، در یک چند تلویزیون، حتی تلویزیونی مخصوص هم برای بچه ها هست. نامش چی است؟ بهارستان. من یک واقعه رو از زندگی استاد عینی به شما نقل میکنم. در همین کتاب دختری استاد عینی، خالد عینی، نوشته است که استاد عینی رو فقط تعقیب میکردن. میگفتن که عینی در کجا باشد ما قبیم به زندان پرتوییم. و حتی بعضی دوستانشون، بعضی آدمان نزدیکشون هر شب استاد رو به یک خانه برده جمع میکردن. میگفتن که در همین خانه این شب شما خواب میکنه و روز دیگر به دیگر خانه میبردن که دشمنان واقف نشوند. خود خالده عینی نوشتن که یکی از مخلصان بسیار اصیل استاد عینی یک شب در پس دروازه نایستاد و در روی بام شب زنده داری کرد، بیدار ایستاد. و همین وقت تقریبا ساعت‌های 1 و 2 شب یک نفر در دستش کرد به خانه، به حولی که استاد عینی در همون خانه خواب بودن می‌دراید و می‌خواهد که استاد را کار زند. همین شهریار از روی بام خودش را به بالای همون قاتل می‌پرتاید و او را دستگیر کرده و آدمانی که این سپارش را داده بودند به آنها می‌سپارد. اگر همین شهریار نمی بود استاد عینی را شاید نابود میکرد. و ما در همین محفل خود، در همین روز همین خیلی انسان ها رو یاد میکنیم و همین شهریار نوجوان تقریبا 105-106 سال پیش از این استاد عینی را از مرگ نجات داده بود. خب باز از استاد یک شعر میشنویم. مرحمت. ای مانده قدم برای مکتب، عالیست مقام و جای مکتب. مکتب سببی حیات باشد، مکتب سببی نجات باشد. مکتب به تو عقل و هوش بخشد، مکتب به تو شهد و نوش بخشد. برخیز و گذار خواب خود را، برگیر به کف کتاب خود را. رو از همه پیشتر به مکتب، شوق است تو را اگر به مکتب. سعی بنمای و علم و آداب، بهتر ز شریک خویش در یاد. تا در دو جهان عزیز باشی، با دانش و با تمیز باشی. آفرین. مکتب مکتب مکتب. استاد عینی هم میخواستند مکتب نو شود، هم میخواستند که درسی نو باشد، هم میخواستند که آموزگاری نو باشد. در همون زمان این کار خیلی وزنین بود، راضی نمیشدند که مکتبی نو شد. و امروز ببینید ما مکتب داریم، آموزگار داریم، کتاب داریم، سر و لباس داریم، صلح و آسایشتگی داریم. اکنون فقط یک کار مانده است که خواندن در کار است. یک کتاب هم دارن، قریب همه خوانده است. یاسمین چی نام دارد این کتاب؟ مکتب کهنه. تو خوانده ای؟ بله. مکتب بچه ها در میز کرسی می نشستن. نه در آخورچه ها می نشستن. در آخورچه ها هم. اکنون همین کتاب رو استاد چه خیل نویستن؟ چی سبب شد که نویستن؟ و برای که نویستن باز البته ما صحبت میکنیم. حاضر نعمت الله برای ما تاریخی ایجاد شدن همین کتاب رو نقل میکند. مرحمت نعمت الله. سال 1934 استاد عینی اولین مرتبه کتاب مکتب کهنه رو می نویسند. از انستیتوت پداگوژی مسکو از استاد عینی خواهش میکنند که یک آچرک درباره مکتبی که در آن تحصیل کردن نویسد و استاد عینی اولین مرتبه سال 1933 آچرک رو نوشته به مسکو روان میکند و آنها در آنجا کتاب رو آچرک رو ترجمه میکنند و بعدا سال 1934 همچون استاد عینی این کتاب رو با نام مکتب کهنه یعنی به چاپ میبرند. درست است. در همون مقاله استاد هم تو نوشته بودن که شرایط مکتبی ما همین خیل بود، درس های ما این خیل بود، بچه ها اینطور بودن
معلم ما این خیلی بود و بعد از اون که مقاله به زبان روسی چاپ میشود استاد عینی با قرار میآیند که چرا درباره مکتب کهنه ما یک کتاب ایجاد کرده چاپ نکنیم و کتاب رو مینویسم. شما گفته میتونید که مکتب کهنه از مکتب نو چی فرق داره؟ خوب مرحمت. مکتب کهنه از مکتب حاضره ما این گونه فرق داشت و به مثل مکتب های حاضره ما کرسی های خوب نداشت و شرایطهایشان مهیا نبود، ولی استاد صدرالدین عینی به این مشکلی ها نگاه نکرده و همه درسهایش را میخواند و یک چند اثرها را ایجاد میکند. باز کی دوام میدهد فرق مکتب کهنه از مکتب نو امروز؟ مرحمت فرهاد. در مکتب کهنه فنهای ریاضی، طبیعت شناسی، فیزیک، شیمی اینها رو نمیخواندن. در مکتب کهنه فقط یک خوندن رو می‌آموختن و تمام، نوشتن رو نمیدونستن. هم سواد برآورد هم کفایت. خودی معلم هم باشد سواد نداشت. خودی معلم هم بی سواد بود. بعد در دفتر می نوشتن در مکتب کهنه؟ نه، در تختچه استاد. اکنون امروز مثلا تو در کتابدان خودت وقتی به مکتب میروی چند کتاب دفتر داری؟ پنج کتاب، 5 دفتر، بعد روچکا. قلم و کاغذ زیاده. اون وقت نبود در کجا می نویسند بچه ها در مکتب کهنه؟ در تختچه می نویسند. در تختچه می نویسند. بعد بینای مکتب هم فرق میکند. یک مکتب یک آموزگار. امروز در مکتب شما چند آموزگار است؟ در یک مکتب قریب از 50 معلم زیاد. یا در مکتب کهنه معلم بود؟ نه، معلم بود. در مکتب بچه ها معلم، در مکتب دخترها معلم بودن. امروز در نصف زیادی آموزگاران مکتب ما هم معلم ها هستند. در مکتب کهنه بچه های بی ادب رو یا بچه های بی سواد رو در با پایشان ارغمچین توپ داده هم حالا کشیده میزدن و نمک میپوشتن. در مکتب شما چه؟ این گونه حادثه ها خیلی در مکتب ما روی نمیدهد، برای که مکتب ما نوست و این مکتبی که استاد صدرالدین عینی میخوان مکتب کهنه بود، برای همین این گونه رفتار داشت. انا همین استاد عینی میخواستن که طرز تعلیم هم دیگر شود، معلم هم تغییر یابد. اکنون یک پارچه از مکتب کهنه برای ما عثمان علی نقل میکند. مرحمت عثمان علی. من 6 ساله شده بودم که پدرم مرا به مکتب مسجد قشلاقمان برده بود. مادرم به من گفت که تو در وقت 4 ساله، 4 ماه، 4 هفته و 4 روزه بودند به مکتب فرستاده سبق گرفته بودم، ولی آن وقتا تو بسیار خوب بودی و دل من برای تو میسوخت که در مکتب بسیار رنج میکشی و تا حالا تو بازی کرده گشته ایستاده ای. اکنون ما تو را به مکتب میگذاریم و تو باید به همسالان خود برابر شوی. از بس که مادرم با این سخنانش به من روحیه میداد و من نخواستم که به همسالانم در خواندن برابر شوم و حتی از آنها هم گذارم. وقتی که مرا به مکتبم بردن من به آنجا در آمدم و حیران شدم که در آن استادم معلم زنجیر می‌بست و وقتی به درون در آمدم در آنجا در زمین هموار ما نشستیم و در تختچه ها حرفای ابجد را نوشتیم. تشکر. به همه مکتب حاضر عثمان علی اگر تو را فرستانم رفته میخونی؟ نه. اکنون تصور کنید همین خیلی مکتب بود و در زمان 100 سال پیش ما همین خیلی مکتب ها داشتیم. مکتب شما مکتب رقم 10 هست نه؟ به نام کی؟ استاد صدرالدین. یگان نفر گفته میتواند که به کدام مناسبت چه خیل شد؟ من میدونم البته و شاید شما هم دانید که چرا مکتب شما نام استاد عینی را گرفت. خب مرحمت. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 سال 1946 تأسیس یافته بود. اولین مرتبه در این مکتب دختران تحصیل میکردند و بار نخست سیمفونی خوانندگان صنف 11 که 9 نفر بودند ختم کرده بودند این مکتب را. بهار سال 1947 در انجمن یکم نویسندگان جمهوری که در مکتب حضور داشتند
با حضور خوانندگان، آموزگاران و ادیبان این چاره‌بینی گذشته بود که در این چاره‌بینی استاد صدرالدین عینی، ابوالقاسم لاهوتی و ساچی ملوزاده اشتراک داشتند. در به انجام رساندن جمامت یکی از خوانندگان صنف دهم که با نام خورشید عطاخان و بودند و از جا خیستند و شعرهای خود را قرائت نمودند و در آخر از استاد صدرالدین عینی گفتند که استاد از شما یک خواهش دارم، اگر که شما اجازه دهید نام مکتب خود را به نام شما مانیم. و در همین لحظه نخست ابوالقاسم لاهوتی از جا خیستند و گفتند که اجازه داده می شود و با قرصک تمامی در جمامت اشتراک نموده از همان وقت نام مکتب مؤسسه تحصیلات میانه امیده را به نام صدرالدین عینی گذاشتند. زیاده از 70 سال گذشته است. مکتب شما مکتب استاد عینی است، مکتب به نام استاد عینی. حتی یک خبر هم شنیده بودم، گفتن که خود استاد عینی ساختن مکتب شما رو بنا کردن با مبلغ خودشون. استاد بچه ها را دوست می داشتند و برای بچه ها چیزی را دریغ نمی داشتند. خورشید عطاخان و بعد ادبیات شناس بسیار مشهور شدند. خیلی من در خاطراتشان خوندم، در همونجا نوشتن که خورشید از استاد عینی اجازه میپرسد مکتب رو به نام شما نامگذاری کنید، مکتب ما مکتب استاد عینی شود، اجازت میدید؟ لیکن از خورسندی لاهوتی از جا خسته میگن که اجازت مکتب شما مکتب استاد عینی است و امروز شما در همین مکتب تحصیل میکنید و مثل همین خورشیده عطاخانوی هر یکتون باید که شما افتاب همین مکتب، افتاب همین کشور شوید. فخر کردن در کار است. خوب، اکنون باز شعر میخوانیم. برای ما نیسا بانو یک شعر میخوانن از استاد عینی. مرحمت نیسا بانو. بیایید ای رفیقان درس خوانیم و بیکاری و نادانی نمانیم و عالم هر کسی بیکار گردد و چشم اهل عالم خار گردد. وقتی نیسا بانو شعر خواند یک واقعه به خاطرم آمد. میگفتن که استاد عینی در تالار، در تئاتر، در مجلسگاه می نشستند. اگر یگان کس شروع شعر خواند با حرارت و یگان سرودی بسیار خوش دلنشین اگر به استاد معقول آید، استاد از جا پریده میخیستند و احسن آفرین گفته یگان عباره یا یگان مصری همون شعر رو تکرار کرده کفکوبی میکردن و همه به اون کس پیروی میکردن. من باور دارم که اگر استاد عینی زنده می بودند شعرخوانی نیسا بانو رو شنیده از جا خسته قرصک میزدند، کفکوبی میکردن و ما کفکوبی میکنیم به خاطر استاد. بعض یتیمان رو به خانهشان گرفته آورده، تربیه کرده، نان داده، باسواد کرده، بابایی رسانده گسیل میکرده. من در همین کتاب، این کتاب رو ما باید همه خوانیم. کتاب دختر استاد است، خالد عینی، و به زبان روسی هم به زبان روسی انشا شده بود برای خوانندگان روس. نویسنده بسیار ورزیده ما یونس یوسفی به زبان تاجیکی برگردانده است. من یک پاره میخوانم، به دقت گوش کنید. عینی خوب میدانست گرسنه و برهنه ماندن کودک چی است. برای یارمندی به کودکان جدی کمر بست. اویلی او در آن وقت آسوده حال نبود. خود استاد عینی نام نداشتند. احمد نام پسری که باشقرد را به تربیه خود گرفت. فهمیدید؟ اون وقت بچه هایی که پدر و مادرشان در جنگ بودن یا در جنگ نابود شده بودن، یتیم بودن، به تاجیکستان می آوردن. استاد عینی احمد نام پسری که باشقرد را به تربیه خود گرفت. اندک پس که خانه کودکان این پسرک بازپس به کشور خودش رفت. اندک پس وقتی این پسرک باز به کشور خودش برگشت،
استاد عینی محکم نام پسری که دیگری باشقید را به خانه آورده کلان کردم. بعد از محکم به خانه استاد عینی عبدالله نام پسری که دیگر اومد. هنگامی که بسمچی ها غارتگری میکردن استاد عینی سنگین نام پسرک را از فالغر به خانه شان آوردن. از نوحی عینی همین فالغر بعد حاضر نوحی عینی شدن آوردن. وقتی که سنگین به بلاغت رسید و رفت باز یک پسری دیگر رو از همین نوحی عینی از فالغر که نامش احمد بوده است به جایش آوردن. یعنی تقریبا 9-10 نفر کودکان رو استاد عینی در خانه خودشون نان داده تربیت کردن. خوب باز از استاد عینی یک هم پاره از ایجاداتشون میخونیم. حاضر برای ما نگینه از دانشگاه دولتی آموزگاری به نام استاد عینی مهمان ماست. برای ما یک شعر میخوند. مرحمه. از فیض یزدان خانه است مکتب، بر لیل عرفان کانه است مکتب. بی جان جسد را قدر نباشد، جسم است انسان جان است مکتب. از مکتب آید آسایش دل، مرغوب دلها زان است مکتب. بی مکتب نبود حیات را، آب است مکتب نان است مکتب. سعد است مکتب خیر است مکتب. تشکر. اکنون ما از دانشجوی دیگری همین دانشگاه که نام استاد عینی را دارد یک غزل میشنویم. مرحمت. چون گرفتاری هوای یار گشتم ناعلاج، از فراقش خسته و بیمار گشتم ناعلاج. همچو کاکو روز و شب افتادم از دنبال او، تیر اتوار و پریشان کار گشتم ناعلاج. نیست با اغیار آن قلاش را مهر و وفا، دوستدار زمره اشرار گشتم ناعلاج. عشق سرکش پند یار و دوست را نشنید هیچ، مستحق طعنه اغیار گشتم ناعلاج. عرض من ایزی قبول زنگول رعنا ندید، پیش اهل عشق عینی خار گشتم ناعلاج. من باز یک پاره از همین کتاب برای شما قرائت میکنم. سال 1920 101 سال پیش از این استاد عینی 2 مقاله نوشته بودند. در این مقالهشون گفته میشد که هر نفر وظیفه دار است که به کودکانی که در اینترنت های دولتی هستند موافق توانش با پول و غذای سر و لباس و حتی یک کف مویز و غولینگ و چارمغز یارمندی کند. گفتن که اگر نتوانید که مثلا یک خلطه آرد برید یا یک لباسواری برید برای بچه های اینترنت یتیمان، اقلا یک کف مویز برید. خودش 10 نفر یک کفی اگر مویز برید دیگر شاید 1 کیلو یا 2 کیلو مویز می شود. دعوت میکردن. خود استاد عینی نداشتن همین غذاها رو، خودشون نداشتن، لیکن از دیگران دعوت کردن که گرفته و همین کودکان برند و بینید در کدام شرایط کار میکردن. استاد عینی بینید در یک کنج خانه میزی پستک ایستاده بود، رویش پر از کتاب و دستنویس ها. خانه استاد عینی شاید صندلی باشد. از چپ و راست میز در روی گلیم هم کتاب های و ورق ها دیده میشدند. یعنی استاد عینی از بس که میز خردکک داشتند در اطرافشان در روی قالین ورق ها را تیت پریشان گذاشته بودند. بعد از این خم شده از هر طرف میگرفتن ورقه در کار را. استاد عینی هیچگاه حتی هنگام روبچین اجازتی به آنها در رساندن نمیدادند. در یک روز 18 ساعت کار میکردند، 6 ساعت خواب میکردند، 15 دقیقه و نیم ساعت خوراک میخوردند. خوراک نصف روزی نیم ساعت بود. برای چی؟
برای اینکه تاجیکستان تشکیل شود، برای اینکه کشوری ما علاقیده باشد، مستقل شود. اون وقت تاجیکستان کشور مستقل نبود. کتاب‌هایشون را سوزاندند. استاد عین کتاب نوشته برده به نشریات می‌سپردن، بعد یک هفته میگفتن که کتابتون گم شد. برای چی؟ کتاب تاجیکان چاپ نشود، کتاب نویسنده های تاجیک چاپ نشود و تاجیکستان تشکیل نشود. اکنون اعتبار دهید، بام میچکید و ناراحتی به بار می آورد، ناراحت میکرد. هنگام باران و آب شدن برف بام دستنویس ها را نجات دادن لازم می آمد. در همین شرایط استاد عینی برای ما کتاب نوشتند. همین کتاب آدینه را در روی خلطه های گندم نوشته هستند. همین چند خلطه گندم را روی هم موندن، 3-4 خلطه را، و یک کنده را آورده، به همین کنده نشسته در همین روی خلطه گندم در انبار غله برای ما اولین پویست، اولین قصه ادبیاتی معاصر تاجیک را نوشتن، آدینه. باز شعر میخوانیم از استاد عینی. جان من بر جان مشتاقان خود رحمت کنید، مهربان باشید با دلدادگان شفقت کنید. از نگاه طاقت و آرام و صبر دل برید، از ادای دین و عقل و هوش و جان غارت کنید. رسم دانش را به یک طرز نگه برهم زنید، کار تقوا را به یک رمز سخن درلت کنید. جان و دل به رویتان بسیار کلفت می کشد، رحم آرید از دل و جان رفع این کلفت کنید. راست ناید دعوی بالا بلندی بر شما، ای سهی سروان نظر آخر بر این قامت کنید. ای دل و ای نبات و قند بر شهد لبش چاکر شوید، ای مه و خورشید بر حسن رخش خدمت کنید. آن ستمگر چون به اصلاح شما راضی نشد، ای رفیقان از برای جنگ یک غیرت کنید. گرچه عینی دور افتاده است از کوی شما، یاد از او آرید چون با دوستان عشرت کنید. مکتب به تو یاد می دهد علم و ادب، مکتب زی تو می برد غم و رنج و تب. یک نقطه مختصر زی مکتب گویم، آدم نشود مگر کسی از مکتب. آفرین روبه، من هم به تو یک چی میگویم. از لیسه راهنما برای خوندن همین روبویی به تو یک تحفه میسپاریم. مبارک باشد. در درون این خلطچی زیبا کتاب استاد عینی هست، البته میخوانه هم. همه خیل تحفه ها را لیسه راهنما برای خوانندگان فعال همین محفل چی آماده کرده است. من از عدالت خواهش میکنم که با یاسمن، عثمان علی و دیگرها همین تحفه ها را یک تا سپرد. مرحمت. آفرین. مرحمت. تشکر. آفرین. قریب در همین محفل همه فعال بودن، بسیار خوب شعرخوانی کردن، دانستن. و من برای مریم عزیزه و باز مریم و شایسته از نام ماموریت لیسه راهنما چند کتاب استاد و با شما تحفه کرده می شود. مرحمت. گیرید.
آفرین دانشجویان چه عزیز ما هم خیلی شعرهای استاد را خوب قرائت کردند، فارغ بود. ما ممنون هستیم که در محفل ما اشتراک میکنند و از نام لیسه راهنما با دانشجویان دانشگاه دولتی آموزگاری به نام استاد عینی توفیق آخرین سپرده می شود. مرحمت تماشابینان عزیز، این بود محفل نوبتی بهتر از دوست تلویزیون بهارستان که در همکاری با اتفاق نویسندگان تاجیکستان در تالار بچگان کتابخانه ملی برگزار شد. این محفل به 144 سالگی اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک استاد همه ما صدرالدین عینی بخشیده شد. سلامت باشید تا وقتی دیگر.